سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 11 اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. دست و پایهایش زولانه پیچ، نخستین عکس دلشاد کراسافچک بعد بازداشت رهبر نشریات ارگراف برای نشر کتاب حوادث روزگار من. تهدید اسرائیل به پاسخ سنگین به حمله حماس. 4 تاجیک در کلوگ هموطن خود را ربوده از او پول طلب کردند. نقشه دعوت در 10 روز اول الکی 55% اجرا شده است. و اکنون تفصیلات خبرها. مقامات مسکو و دوشنبه تا کنون خبری از روسیه به تاجیکستان آورده شدن دلشاد سیدمرادوف، معروف با لقب‌های دلشاد کراسافچک و دلشاد اسبه، متهم اساسی در پرونده ربودن و قتل معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمتاللویف را تصدیق یا رد نکردند و یگان شرح هم ندادند، ولی درستی این خبر را طرف منابع نو به نو تصدیق کرده استادند. شام 10 اکتبر سال 2023 به اداره پایگاه خبری بامداد عکس را فرستادند که گفته می شود که در آن دلشاد کراسافچک بعد بازداشتش ثبت شده است. کی و در کجا گرفته شدن این عکس معلوم نیست، ولی در عکس نفر مانند به دلشاد کراسافچک بارش دراز دیده می شود که در تنش لباس‌های تابستانه و چیز دیگری که به چشم می رسد این است که هم به دستان آن مرد و هم به پایهایش زولانه زدند. منبع بامداد گفت سبب چنین لباس سبک در تن داشتن دلشاد کراسافچک این است که مقامات ویژه روسیه او را در جای خوبش دستگیر کردند و به او حتی امکان عوض کردن لباس را نداده به مقامات تاجیکستان سپاریدند. همصحبت بامداد گفت در آوردن دلشاد کراسافچک از روسیه یکی از نقش‌های اساسی را دادستان کل یوسف رحمان و اداره دادستانی کل بازی کرده است. در اساس چه معامله به سپردن دلشاد کراسافچک راضی شدن جانب روسیه معلوم نیست. مسکو قبلا خواهش مقامات بلندپایه تاجیکستان را در مورد بازداشت و استرداد او صرف نظر کرده بود. اولین شده خبری از روسیه آوردن دلشاد سیدمرادوف را محمد اقبال صدرالدین سردبیر کانال اپوزیسیونی اسلو تیوی نشر کرد. او روز 10 اکتبر سال 2023 خبر داد که مقامات تاجیکستان و روسیه در مورد به دوشنبه سپردن دلشاد سیدمرادوف موافقت کردند. مقامات تاجیکستان تا کنون این خبر را رد یا تصدیق نکردند. منابع غیر رسمی میگویند آوازه‌های در این باره در بین مقامات چرخ میزنند، ولی اگر دلشاد سیدمرادوف را آورده باشند او را از چشم عامه خیلی سخت پنهان کردند. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 10 اکتبر به پایگاه خبری بامداد گفت همه چیز در این قضیه در دست مسکو بود. اگر راضی شده باشد بازداشت و به تاجیکستان آوردنش دیگر دو کار دو است. دلشاد اسبه کارمند سابق نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان که تجربه کاری در وزارت کارهای داخلی، اگنتی مبارزه با کروپسیا و بخش مبارزه با جنایت‌های کیبرنتیکی دادستانی کل جمهوری تاجیکستان داشت، متهم اساسی در پرونده ربودن و قتل معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمتاللویف به شمار می‌رود. باور می‌رود که نقشه ربودن بانکدار معروف را از دلشاد سیدمرادوف کشیده. به این کار چند نفر دیگر کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق بر سبب رانده شده را جمع آورده است. شام 23 ایون سال 2023 5 نفر از آدمربایان دلشاد سیدمرادوف، اکبر احمدوف، رستم اشوروف، شاروخ خوجایف و بختاور سفروف بعد چندین روز تعقیب معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمتاللویف را از نزد منزلش در مرکز دوشنبه به ماشین بار کرده به یک منزل از قبل اجاره گرفته شده در دهه شاداب جماعت چهارباغ نویه ورزا بردند. اسمتاللویف دیگر به این عذاب و عقوبت تاب نورده جان داده است. آدمربایان جسد او را همراه ماشین به دریای زرفشان پرتافته فرار کردند. جسد اسمتاللویف را بعد 50 روز جستجو روز 12 آگوست از موضع سرازم پنجکند در نزدیکی مرز با ازبکستان پیدا کرده روز 3 آگوست به خاک سپاریدند. بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد، سهراب رجبزاده رهبر نشریات ارگراف یکی از نشریه‌های بزرگترین تاجیکستان نیز در چارچوب پرونده پرسر و صدای کتاب حوادث روزگار من دستگیر شده است. منابع بامداد روز 11 اکتبر سال 2023 گفتند که سهراب رجبزاده الکی قریب 1.5 ماه باز در حبس قرار دارد. نزدیکان رجبزاده و همکارانش در نشریات ارگراف از شر این خبر خودداری کردند، ولی یکی از زیر دستانش اعتراف کرد که سهراب رجبزاده از پایان ماه آگوست به این طرف دیگر به جای کار نآمده است و حال امور نشریات را اساسا معاون او پیش میبرد. مقامات حفظ حقوق
از جمله دوستون کل که تفتیش این پرونده پر سر و صدا رو در دست دارد تا کنون بازداشت رهبر نشریات ارگراف را شرح ندادند. در پی مؤلف کتاب یادداشت‌های حوادث روزگار من، مدیر بیمارخانه ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده و محرر این کتاب نویسنده شناخته عبدالقادر رستم، سهراب رجبزاده اینک سومین نفر است که در چارچوب این پرونده حبس شده است. منابع بامداد میگویند رهبر نشریات ارگراف نیز مثل عبدالخلیل خالقزاده و عبدالقادر رستم بر اساس ماده 189 قسم 2 بند گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی، نژادی، ملی، محلگرایی یا دینی از جانب گروه شخصان یا گروه شخصان با مصلحت پیشکی عیبدار می شود. با آنها بر اساس این بند قانون همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید می کند. این کتاب یادداشت‌های عبدالخلیل خالقزاده ماه مارس سال 2023 نشر و معرفی شد، ولی ماه ایون در شبکه‌های اجتماعی در اطراف این کتاب بحث گرمی برپا شد و برخی کاربران خالقزاده را به محلگرایی و پس زدن شأن و اعتبار نمایندگان منطقه‌های دیگر تاجیکستان عیبدار کردند. یک اتهام عمده به ضد مؤلف در کتابش جای دادن قصه جوانزن از خاولین بود که در سالهای 20 عصر 20 از حمله ارتش سرخ همراه شوهرش به افغانستان پناه برده و در آنجا از جانب یک قزلباشی محلی مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد. شام 31 آگوست کارمندان دوستان کل محرر این کتاب جنجال برانگیز عبدالقادر رستم که در همان بیمارستان ابن سینا باعث مدیر شعبه کادر کار کرد دستگیر کردند. یوسف رحمان دوستان کل تاجیکستان روز 15 آگوست در نشست خبری تصدیق کرد که فرمان بازداشت عبدالخلیل خالقزاده را شخصا خودی او داده است. او با ماده 189 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بازداشت شده است. من خودم دستور بازداشتش را دادم. به جای شکرگزاری از سیاست و شرایط به تنقید شدید آن، تأخیر ملت تاجیک با جدا نمودن منطقه‌های گوناگون مملکت، به تأخیر نمودن نمایندگان محل‌های گوناگون مملکت، به کینه و عداوت انداختن، اهالی تاجیکستان را جدا کردن، به مذهب‌های گوناگون، به دین‌های گوناگون و مقصد اساسی شور و غوغا انداختن، ناآرام و ناامن نمودن مملکت، فعالیتش را روانه نموده در کتابش حوادث روزگار من همه این مسئله ها را نوشته است. اصرار داشت یوسف رحمان. اما منتقدان و مخالفین حکومت پرونده کتاب حوادث روزگار من را حمله بی‌پرده به آزادی بیان که بینم در تاجیکستان خیلی محدود شده محکوم میکنند. به عقیده منتقدان سبب اصلی تعقیب مؤلف کتاب انتقادش از فضای امروزه کشور، به خصوص از فشار به سرمایه گذاران و صاحبکاران و به یک مریض فراگیر تبدیل یافتن فساد و کروپسیون در تاجیکستان است و قصه آن جوانزن تنها یک بهانه شد. درگیری ها بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در حال آغاز شد که ارتش اسرائیل حمله های هوایی خود را به غزه شدت بخشید. بنا به گفته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، این تنها آغاز کار است و ما چنان عملیات را برا میمانیم که تا به حال کسی مانند اون را ندیده است. همچنین او تاکید کرد که جنگ را اسرائیل آغاز نکرد، اما طور به جنگ خاتمه میبخشد که سالهای سال در ذهن نسل‌ها خواهد ماند. در مقابل این گفته‌های نتانیاهو، حماس نیز تهدید نمود که در پاسخ به هر ضربه هوایی نیروهای اسرائیل به غزه یک نفر از اسیران اسرائیلی را اعدام خواهد کرد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت که حماس از 100 تا 150 تن شهروندان اسرائیل را گروگان گرفته است و آنها را در داخل غزه نگاه می‌دارد. ارتش اسرائیل خبر داد که طی شب 2 اکتبر زیاده از 200 ضربه هوایی به داخل غزه زده چندین مفخیگاه‌های حماس را نابود کرده است. خبرنگار BBC نیز گفته است که اسرائیل تمام شب دست از بمباران غزه نبرداشت و تا صبح هدف‌های زیادی را در این قسمت سرزمین‌های فلسطینی زیر حمله‌های موشکی قرار داد. بنا به نوشته BBC، ارتش اسرائیل در حال ایجاد زیرساختارها برای آمادگی به عملیات زمینی است. سخنگوی وزارت مدافع اسرائیل نیز گفته است که تا به حال 35 گارد نظامی خود را در مرز با غزه مستقر نموده است. انتظار می رود که اسرائیل در پاسخ به حمله حماس وارد غزه شده عملیات زمینی بزرگی را در آنجا براه ماند. وزارت تندرستی فلسطین به خبرنگاران BBC گفته است که در جریان حمله های هوایی اسرائیل به غزه زیاده از 770 تن از اهالی آسایشته با شمول 100 زن و زیاده از 120 کودک جان خود را از دست دادند. در نوبت خود اسرائیل نیز آمار قربانیان خود را 900 نفر اعلام کرده، مقدار مجروحان را 2400 گفت
همچنین وزارت مدافع این کشور گفت که در مناطق درگیر با نیروهای حماس در داخل خاک اسرائیل آنها جسد 1500 تن از نیروهای حماس را پیدا کردند. سازمان ملل متحد در نوبت خود اعلام نمود که از اول درگیری‌های حماس با اسرائیل و از طرف نیروهای هوایی اسرائیل بمباران گردیدن غزه زیاده از 187,000 فلسطینی منزل خود را از دست دادند. این سازمان از تصمیم در محاصره قرار دادن غزه اظهار نگرانی کرده خواستار کشوده شدن دهلیز برای انتقال مواد آذوقه‌واری شده است. در همین حال مصر نیز مرزهای خود را برای فلسطینیان بسته است و در تماس تلفنی رئیس جمهور این کشور به ولیعهد عربستانی سعودی گفته است که زیرا ادامه درگیری و ثبات منطقه را تهدید خواهد نمود. در نوبت خود جانب اسرائیل به ساکنان غزه توصیه داده بود که می توانند از طریق گذرگاه رفاه که در مرز غزه با مصر واقع است جان خود را نجودیند. در حالی که کشورهای عربی جانبها را به خویشتنداری دعوت میکنند، امریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا در بیانیه مشترک از حمایت خود از اسرائیل خبر داده حماس را به شدت محکوم کردند. همچنین اتحاد اروپا خبر داد که کمک‌های خود را به فلسطین قطع میکند، اما اسپانیا مخالف این اقدام اتحاد اروپا شده گفته است که ما باید حماس را از مردم آسایشته فلسطین فرق کنیم. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن سخنرانی خود نقشه تهران را در حمله حماس به اسرائیل رد نمود و گفت که ما پیشانی و بازوی فلسطینی ها را میبوسیم. همچنین آقای خامنه‌ای بر آن باور است که هجوم حماس بر اسرائیل زلزله را میماند که اسرائیل از نظر نظامی و استخباراتی به شکست غیر قابل قبول مواجه شده، بازسازی آن به سادگی امکان پذیر نیست. خامنه‌ای در حال این سخنان را گفت که روز 9 اکتبر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا هشدار داده بود که ایران باید از دخالت در مناقشه حماس و اسرائیل دست کشد. ترکیه میگوید که در حال آمادگی برای میانروی بین اسرائیل و حماس است. در همین حال رسانه‌های روسیه خبر میدهند که محمود عباس رهبر فلسطین در روزهای نزدیک از مسکو دیدار خواهد کرد. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. وزارت مدافع تاجیکستان روز 11 اکتبر سال 2023 در سامانه رسمیش خبر داد که در 2 روزه اول دعوت تیرمایی یعنی از 1 تا 2 اکتبر نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح در سراسر جمهوری 55.4% اجرا گردیده تا امروز در مجموع 15 شهر و ناحیه‌های جمهوری و ولایت مختار کوهستان بدخشان الکی از اجرای پوره نقشه دعوت گزارش دادند. برای مقایسه در 10 روز اول دعوت تیرمایی سال 2022 نقشه دعوت در سراسر جمهوری 50.2% و در 10 روزه اول دعوت بهار سال جاری همگی 40% اجرا شده بود. مرکز مطبوعات وزارت مدافع نتیجه های به دست آمده را نتیجه های دلخواه و نظررس بها داده ذکر کرده است که ولایت مختار کوهستان بدخشان چون در دعوت های پیشین این نوبت نیز اولین شده در سطح جمهوری الکی در روز 1 دعوت تیرمایی یعنی 1 اکتبر از اجرای نقشه پره گزارش داد. همین طور در 10 روز اول اجرای نقشه در ولایت ختلان بیش از 60% اجرا شده است. وزارت مدافع یادآور شده است که در همین شب و روز دعوت تیرمایی سال 2022 نقشه دعوت در شهر نویاهای تابع مرکز 65%، در دوشنبه 45% و در ولایت سوخت 43% را تشکیل داده. وزارت مدافع ذکر کرده است که از مجموع شهر و نویاهای تابع جمهوری نویه رشت، سنگوار، لخش، نورآباد و تاجیک‌آباد اولین شده نقشه را در نخستین روز دعوت به پرگی اجرا کردند. نویه‌های ذکر گردیده دوام چندین سال‌های اخیر در سطح جمهوری در برابر ولایت مختار کوهستان بدخشان از اولین اجرا کنندگان نقشه دعوت می باشند، تاکید کرده است مرکز مطبوعات وزارت. موسم تیرمایی دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان رسما 1 اکتبر آغاز یافته. این موسم دعوت تا 30 نوامبر دوام می‌کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت از ابله و یا احاطه‌گیری جریان می‌گیرد. ابله و یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی را در کوچه بازار را دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در جامعه چنین شیوه‌های مجبوراً به صف ارتش بردن جوانان را محکوم می‌کنند و می‌گویند مقامات حربی باید شرایط را در ارتش خوبتر کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را به خدمت روان کنند.
و جوانان نیز از خدمت حربی نگریزند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله که آبروی دولت را میریزاند نقطه گذارند. ریاست تفتیشات ولایت کالوگای روسیه روز 2 اکتبر سال 2023 از انجام تفتیش پرونده جنایتی 3 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند تاجیک تبار روسیه خبر داد. این حلقه چهارگانه جنایتی بر اساس قسم 2 ماده 126 کودکس جنایتی روسیه به آدمربایی با مقصد طمع‌جویی با تهدید زورآوری به حیات و سلامتی جبر دیده خطرناک با استفاده از سلاح عیبدار می شوند. جبر دیده این پرونده نیز 1 نفری که این 4 ریکتی ربوده از وی پول کندنی شده نیز از تاجیکستان بوده است. خود دستگیر شدگان و یا نزدیکان و ادوکات‌های آنها و همین طور جبر دیده برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیستند. ولی بنا به فرضیه تفتیشات این 4 نفر در شهر کالوگا 1 شناسشان را که او هم شهروند تاجیکستان است مجبوراً به ماشین بار کرده با خود بردند و با تهدید کارد و 1 پیستولت از وی پول طلب کردند. بعد این آدمربایان جبر دیده را به شهر اوبنینسکی ولایت کالوگا که از شهر کالوگا 85 کیلومتر شمالتر جایگیر شده است بردند و در آنجا ماشینش را گرفته خودش را جواب دادند. جبر دیده بعد رها خوردنش از دست ریکتیرها راست به پلیس رفته عرض کرده است و کارمندان پلیس آدمربایان را دستگیر کرده به اعمال جنایی این 4 گانه نقطه گذاشتند. تفصیلات دیگری پرونده نشر نشده است. روشن نیست که سبب تاجیک خودش را بودن و از وی پول طلب کردن این 4 نفر چیست و آنها از جبر دیده چند سوم طلب کردند. ریاست تفتیشات ولایت کالوگا میگوید برای اثبات گناه این 4 عیبدار شونده دلیل‌های کافی جمع آورده است و از این رو پرونده را در پی تصدیق فکر عیبدار کنی برای بررسی به دادگاه سپرده است. به این 4 نفر دستگیر شده برای آدمربایی با مقصد طمع‌جویی با تهدید زورآوری به حیات و سلامتی جبر دیده خطرناک با استفاده از سلاح همچون جزا از 5 تا 12 سال زندان تهدید میکند. به دست اداره پایگاه خبری بامداد روز 11 اکتبر سال 2023 ویدیو مناقشه راننده 1 مسافربر تمغه مرسدس پرینتر با کندوکتور یا پولچینک خطسیر رقم 54 را فرستادند. به گفته شاهدان حادثه این مناقشه روز 11 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 2:33 دقیقه در ایستگاه معروف به نام چایخانه در حدود ناحیه رودکی رخ داده است. شاهدان میگویند راننده اسپرینتر که طور معلوم شد با رقم‌های قلبکی یعنی غیر قانونی در خطسیر رقم 46 به مسافرکشانی مشغول بود. به کندوکتور خطسیر رقم 45 حمله نموده او را لطوکوب کرده و سر و بینیش را زده خونالود کرد. در ویدیو فرستاده شده جبر دیده با سر و روی خونالود دیده می شود ولی راننده اسپرینتر کوشش می کند که خود را در این مناقشه حق برآورد. سبب مناقشه شرح داده نشده است ولی در نوار دیده می شود که یکی از شاهدان راننده اسپرینتر را مذمت می کند که به بالای غیر قانونی در این خطسیر مسافر کشاندنش باز دست به زورآوری زده است. مؤلفان نوار از مقامات حفظ حقوق میخواهند که به این قضیه رسیدگی کرده نسبت به گناهکار چاره‌های قانونی بیاندیشند و حق را به اقدار برسانند. شب 8 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 19:00 دقیقه راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا اسماعیلوف ذکری‌الله سال تولدش 2000 ساکن نوحه دنغره هنگام حرکت از سمت دیهه نواباد به سمت دیهه سنگتوده نوحه مذکور از حوزه دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد پیرمرد 82 ساله ساکن همین نوحه را پخش نموده از جای حادثه فرار می‌کند. در نتیجه پیاده‌گرد مذکور از جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته‌اش در جای حادثه به هلاکت می‌رسد. از روی این حادثه تحقیقاتی ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه عینی با عریضه مرد 51 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که شب 7 اکتبر سال 2023 شخص نامعلوم با رای پنهانی از آشخانه شباده واقع در موضع تگاب خوشیکت در کنار شورای دوشنبه خوجند یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A33 را دزدیده از همیان الکترونی دوشنبه سیتی و امانت بانک به تلفن وصل شده 10200 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. هنگام گذراندن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که این جنایت مذکور را جوان 26 ساله ساکن شهر دوشنبه صادر نموده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.
тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. Хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: cw.bomdod.com. хуш бошед.